رسول خدا فرمود مردی که پاچه های ازارش از بوجلک‌های پایش با پایین باشه، مردی که پاچه های ازارش از بوجلک‌های پایش پایین باشه، این من نمیگم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار. کدام مردی را که بوجلک‌های پایش را پاچه های ازارش بپوشانه، اونم پاها در آتش جهنم است، اونم پاها در آتش جهنم است. حدیث هم حدیث بخاری است. این کی گفت باز بلند میشم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. و کدام زنی که بوجلکای پایش از پاچش بیرون باشه، بوجلکای پایش از پاچش بیرون باشه، مردی که بوجلکای پاش پاچش بپوشانه، زنی که بوجلکای پاش از پاچش بیرون باشه، سفیدی پاهایش معلوم شود، لعنت الله